سلام خدمت دوستان عزیز، انشالله که همیشه سلامت باشید. من با آموزش مدل پر طاووسی در خدمتتون هستم. مدل من 13 تاییه که 2 تا 13 تایی دونه انداختم و 6 تا دونه اضافه انداختم برای 2 تا دونه کناری راست، 2 تا دونه کناری چپ و 2 تا دونه برای فاصله بین 2 تا مدل و یه رجه رفت و برگشت رکم بافتم. پایین لباس فرض میکنیم که اینجوری هلال هلال شده. این مدل بهتر که کشباف پایین کار بافته نشه که اینجوری خودش مدل قشنگی هستش، مناسب برای بافت دخترونه و زنونه هستش. حالا شما فرض کنید که من اول رجم هستم و میخوام دونه هامو مدلمو بندازم. دونه اولو نمی بافم، دونه دومو به رو می بافم که دونه کناریه. 4 تا دونه رو از اول میگیرم و یکی میکنم. خب 4 مدلمون 13 تاییه دیگه. 4 تا دونم از سمت چپ باید یکی بکنم. اینجا دونه 5 تا باقی میمونه وسط. دونه های وسط رو به این صورت میبافیم که یه ژوته میگیریم، این 5 تا دونه رو با ژوته ها به زیر میبافیم. یعنی یه ژوته گرفتم، یکی به زیر، یه ژوته به زیر، یه ژوته به زیر، یه ژوته به زیر، 1 2 3 4، یه ژوته به زیر و یک ژوته 4 تا یکی. 2 تا هم فاصله بین مدل به رو می بافم. مدلمون رو به زیر بافتیم. ببینید عزیزان، اینجا 4 تا یکی کردیم، طرف راست، طرف چپ هم 4 تا یکی کردیم. 5 تا این دونه باقی مونده بود وسط. دونه هایی که ما کم کردیم الان باید روی میل 13 تا دونه داشته باشیم با این ژوته ها. بس میشماریم این 2 تا دونه کناری، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تا. مدل ما روی این 13 تا دونه پیاده میشه. حالا میریم برای 13 تای دومی. 4 تا دونه اول رو یکی میکنیم از سمت راست، 4 تا دونه هم از سمت چپ باید یکی بکنیم. خب اینجا دونه 5 تا میمونه. یه ژوته میگیریم، 1 به زیر میبافیم، یه ژوته میگیریم، 2 به زیر میبافیم، یه ژوته، 3 به زیر، یه ژوته، 4 به زیر، یه ژوته، 5 به زیر، یک ژوته، 4 تا یکی. حالا این دوتا رو دونه هامونو به رو میبافیم، دونه های کناری. عزیزان این رجی که ما مدلمون رو انداختیم حساب نمی کنیم. بعد از این ما 3 رجم باید ببافیم تا دوباره مدلمون رو ببافیم. مدلمون رو که انداختیم هیچ، یه رجه برگشت پشت، یه رجه برگشت رو، یه رجه برگشت پشت و یه رجه رو که میخوایم ببافیم مدلمون رو میندازیم. من کمی هم از رجه پشت ببافم برای اینکه حجم فیلم زیاد نشه. دوباره براتون فیلم میگیرم. دونه های کناری به زیر بافته میشه، دونه های 13 تامون به رو بافته میشه. ژوتا ها هم اینجوری بافته میشه که سوراخ بیفته. تا دونمون به رو بافته میشه. دونه های 2 تا دونه کناری سمت راست و چپ و وسط به زیر. بس شد. این رج روی کار مدلمون رو انداختیم. اینو حساب نمی کنیم. یه رج پشت کار، باز دوباره یه رج روی کار میشه 2 رج، یه رجم دوباره پشت کار میشه 3 رج. شما هم ببافید، منم ببافم که دوباره رج سوم که میخوایم رج 4 رو ببافیم مدلمون رو بندازیم. خب عزیزان، من این 3 رجم هم بافتم، یعنی اینجا که مدلم رو انداختم
یه رج پشت رو بافتم، یه رج رو، دوباره رج پشت، دونا رو هر چطورم که دیدم همونجوری بافتم. حالا دوباره مدلم رو میندازم. هر 3 رج یه بار مدل تکرار میشه. رجی هم که مدلمون رو میندازیم حساب نمی کنیم، یعنی این رج رو به حساب نمیاریم که داریم مدلمون رو میندازیم. 4 تا یکی میکنیم، 2 تا به رو، 4 تا یکی، 5 تا این دونه وسط داریم، 5 تا رو به این صورت میبافیم که یه ژوته میگیریم، یک دونه به زیر میبافیم، یه ژوته، دونه دومی به زیر، یه ژوته، دونه سومی به زیر، یه ژوته، دونه چهارمی به زیر، یه ژوته، دونه پنجمی به زیر و یه ژوته. 4 تا یکی. دو تا به رو میبافیم که فاصله بین 2 تا مدل. دوباره 4 تا یکی، 5 تا دونه وسط رو به این صورت میبافیم، یک ژوته، یکی به زیر، یه ژوته، دونه دومی به زیر، ژوته، دونه سومی به زیر، ژوته، دونه چهارمی به زیر، ژوته، دونه پنجمی به زیر، ژوته. 4 تا رو یکی میکنیم، 1 2 تا به رو میبافیم. خب عزیزان یه بار دیگه هم من میگم، 4 تا طرف راست یکی کردیم، 4 تا طرف چپ یکی کردیم. با انداختن ژوته هامون دونه هامون باید برگرده به 13 تا. میشماریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تا. 2 تا دونه رو به رو بافتیم که بین 2 تا مدلمونه و 2 تا دونه های کناری رو به رو بافتیم که دونه های کناری مونه. مدلمون رو که انداختیم حساب نمی کنیم، یه رج پشت دونه ها رو هر چطور که دیدیم می بافیم، 13 تا دونه رو به رو می بافیم، دونه های وسط و کناری رو به زیر می بافیم، برمیگردیم، دونه های رو هر چطور که دیدیم همونجوری یه رجم برمیگردیم، دوباره رج روی کار مدلمون رو میندازیم. انشالله که شما ببافید و خوشتون بیاد. به امید دیدار در پست های بعدی.